من آموزگاری فنی فلیت هستم. کاری من فقط با کودکان و نورسان است. کار با کودکان و نورسان خیلی قین است. رانندگار خیلی آدمی قین است که باید فهمیدن لازم است. زیودا نینوازی ارکستری پرزیدنتی و عضوی انسامبل کنسرواتوریای ملی تاجیکستان است. موسیقی کلاسیکی با من این همچون ینگی علای مادر است. اما نه تنها اینجا بلکه جای دیگر هم خود را یافته است. Привет из космоса в скафандре, Ники на связи, прием, как там у вас дела? Все те же... 10 سال داشت که برادرش به رپسرایی شروع کرد و زیاده خواننده مکتب موسیقی زیادالله شهیدی را به خود کشید. Потом доктор Dre, Snoop Dogg, Eminem. باید این را من گوش میکردم و میخواستم که از جهت خودم برارم همین ژانر موسیقی رو. زیاده مشکل خانوادگیشون رو هم یک سببی بر رپ رو آوردن میدوند. در بین پدر و مادر من فهمی بود. همون وقت من نمیتونستم باید گپ زنم که تو در کار نیست مثال خیلی نکنید. اما خیلی آدمم که چیزی که من در دلم در نیتم هست من در اون کس گفتن نمیتونم. من را در خودم جمع کردم هستم و این یک سیاهی جمع میشود. همین سیاهی برای برآمد. Меня найти, я подписала свой контракт, нашла братву, с которой по пути. رپ زنانه در تاجیکستان رشد نکرده است. برخورد هم با زنان رپسرا در جامعه یکسان نیست. با دختر نمی‌زیبد خیلی شورا زنان رو بس از یک هنر شینند و زویند. طرز لباس پوشیشون، نغمه‌گریشون هم چیزا با فکر ما که دختر تاجیک زیبنده نیستن می‌کنه. مثلا وقتی اونها رو میخونن در بین جامعه اونها رو با مثل مسخره میکنن که این خوب نیست. با دختر نمی‌زیبد. برای آنکه این کسب پسر است. دخترها یکمش که خیلی کارشون دیگره. رپ خونی نمی‌زیبد تماما دختر ده. این کاری دختری نیست. چرا پسران خوانده میشوانیستن دختران نه. دختران هم استعداد دارن. Амин, доктор чей у рэп-фоняш чей? Если человеку это нравится, почему он не должен этим заниматься? خلق تاجیکی مسلمانی با تاجیک‌ها ممکن نیست. مات دمر داشتم نکی را درک نکردی. ادیاش قبلا در قطعه‌های رپی نقرات می‌سرایید و حالا خودش ترانه می‌نویسد. نمی‌خواهد خویشاوندانش رپ‌خوانی‌اش را بدانند. جونه کی رفتی تو از برام بعد راستی خانگیام هم زیدن نه هر کس ما رو میفهمد تاجیک زبان آخر سالا هستند و کم ثبت و تنظیم ترانه‌های رپ کاری هر روزه بختیار است و میگوید جامعه سنتی تاجیک مانع تشکل رپ زنانه است. بعضی از دختران هم به همین سبب رپ را ترک کردند هرچند به قول او آینده خوب داشتند. خیلی در خلق ما در منتالیتت ما کمتر همین ناز قبول نمیشد. تو حال هم میگن که вообще رپ این از ما نیست. ادیاش پنهانی از اقربا به استودیو می رود. امیدش این است که روزی یک نیروی توانمند این تصور جامعه را می شکند و او هم از پس پرده بیرون می آید. فقط در تاجیکستان مثلا قدری رپ رو نمیدونن ندارن. اگر در تاجیکستان مثل امریکا مثلا مثل روسیه یگان آدم پیدایافت شود که همین دختران یا که پسران رو دستگیری کنند ما خیلی به زینه‌های بلند میرسیم. به فرق از او زیاده به این فکر است که دختران باید خودشان برداشت‌های به قول آنها نادرست رو از بین ببرند. در تاجیکستان ما دخترها از خونه‌شون بیرون نمیبروین یعنی که مشلنیشون рамка داره یعنی که вот все من دخترم باید نکنم ده این زندگی در خانه فقط تمام نمیشود یعنی که زندگی یک بار دادگی برای ما رنگ یک لحظه و این لحظه را استفاده بردن در کار فقط با позитив так прожить чтобы با خودت مشغول شود. با وجود آنکه بعضی از دختران تاجیک مثل زیاده برای یافتن جایگاه تلاش می‌ورزند، رپ را حق فرهنگی خود می‌حسابند، هنوز هم اکثر زنان رپسرا در برابر تصورات و تعصب در جامعه خود را ناتوان می‌بینند. Будем квиты, когда у меня железо в ладони набито, устрою всем пивка, прощай бомбита.